وقتی بالا سر خاک طرف میریم یه کسایی رو میبینیم اومدن که مدت‌های مدیده ندیدیمشون و مدت‌های مدیده که اون طرفی که از دست داده رو ندیدن. خب من میگم اگه تو تونستی وقتتو خالی بکنی برای خاک سپاری بیای، پس تو میتونستی تایمتو خالی بکنی اون طرفو ببینی. پس این ارزش گذاریه. پس اون کسی که میاد گریه میکنه برای خودش گریه میکنه. به نظر من هر چیزی که میگم از نظر خودم دارم میگم، به نظر من اون کسی که میاد اونجا گریه میکنه برای اگر اون عزیز رو دوست داشته باشه برای این گریه میکنه که ای کاش میرفتم میدیدمش اگر دوستش داشته باشه، یا یاد خاطره خودش میفته که عزیزی رو از دست داده و نتونسته ببینتش. 3 جمله گفتی، خودش یه پادکسته. میتونستی یه کارایی بکنی که نکردی. این فوق‌العاده به نظرم نکته جالبیه که ما بعداً پشیمون میشیم به خاطر کارهایی که میتونستیم بکنیم و نکردیم.